ما وقتی که ملاقات حضوری داشتیم با حاج آقا روز شنبه که دیگه مطلع هستید خودتون در جریان هستید، وقتی رفتیم اونجا طبق همون عادتی که دفعات قبل من و دخترم داشتیم میرفتیم جلوی دربی که زندانیان وارد میشدن. وقتی رفتم اونجا یکی زندانی آمدن و من اصلا ناخودآگاه اضطراب منو گرفت که پس حاج آقا چرا نیومدن. آخرین نفرها که اومدن، این 2 نفر آخر فکر میکنم بودن که حاج آقا بودن و من وقتی که حاج آقا رو دیدم وارد شدن، اول احساس کردم حاج آقا زمین خوردن که یه نفر گرفته شد. بعد دیگه اصلا انگار چشام ندید که یه نفر حاج آقا رو گرفته یا 2 نفر دیگه، اصلا متوجه نشدم از شدت ناراحتی. پریدم جلو و با دخترم زیر اول حاج آقا رو گرفتیم و سالن بردیم جلو. طی مسیر که حاج آقا رو می‌بردیم من می‌دیدم که مثلا وقتی داریم میریم حاج آقا به صندلی گیر میکنن، یعنی جهتیابی نداشتن. من جهت رو این برمی گرفتم، حاج آقا مستقیم رفتن و به صندلی اون فردی که نشسته بود گیر میکردن و پاشون به پایه میز گیر میکرد. مثلا سطل اونجا بود، یعنی تو همین چند قدم فهمیدم که حاج آقا دید چپشون از دست دادن و نمیتونن جهتیابی کنن. ولی میگفتن که چیزی نیست. روز دوشنبه بود فکر میکنم، من بیرون از منزل بودم، گوشیم زنگ زد. وقتی برداشتم صدای حاج آقا رو شنیدم، خیلی متعجب پرسیدم حاج آقا امروز که قرار تلفن نبود، چون حاج آقا روزای فرد تماس میگرفتم با من، این قرار زندان اینجوری و گاهی وقتا فرق میکرد. بعد گفتم حاج آقا امروز که قرار زندان نبود، گفتن که من حال مساعدی ندارم و آقای وکیل بگو که از برای من مرخصی مشروط بگیرن، حال من خوب نیست، از صبح به شدت حالم به هم خورده، سرگیجه شدید، سردرد شدید، تهوع و دنبالش. خلاصه بعد من بلافاصله گفتم که الان میرم دنبال کارت. دوست همبندی ایشون که همراه ایشون بود گوشی رو از من گرفت و گفتش خانم حاج آقا خوردن زمین و حالشون اصلا مساعد نیست و ایشون رو به بهداری زندان انتقال دادن و شما پیگیر کار ایشون باشید. من بلافاصله با وکیل ایشون تماس گرفتم، موقعیت حاج آقا رو برای آقای وکیل گفتم. آقای وکیل گفتن که من سریعا اقدام میکنم و اقدام آقای وکیل حالا چی بود من الان چون اون موقع در یک وضعیتی بودم که اصلا نمیتونستم سرجم کنم مطالب رو، الان یادم نیست، ولی گفتن که چه کار خواهند کرد که برای حاج آقا اقداماتی انجام بدن و پیگیری کردن و تا اینکه حاج آقا رو روز نمیدونم سه‌شنبه بود، فکر میکنم سه‌شنبه بود یا چهارشنبه، سه‌شنبه بود که فراموش کردم، به بیمارستان قائم انتقال دادم. جای تأسفه. وقتی که من رفتم حاج آقا رو دیدم، فقط میخواست ببینیم حاج آقا رو. میگه شنیدن کی بابا مانند دیدن. اینقدر رنگ حاج آقا پریده بود که موهای سر و ریشش با صورتش فرق چندانی نداشت. با این حال زنجیر به پاش بود. البته برای ما افتخاره چون امام سجاد هم بالا زنجیر داشت. وقتی وارد شدم از شدت عصبانیت حاج آقا رو با اون وضعیتم اصلا نفهمیدم چه حالی بهم دست داد. وقتی وارد شدم رفتم اول یه دستی به سر گوش حاج آقا کشیدم، چون نمیدونم در چه موقعیتی بود ما رو راه نمیدادن، توی یه بحثی شده بود اونجا. من پریدم یه دستی به سر و صورت حاج آقا زدم که متوجه بشم من کنارشونم. بعد رو کردم، تمام پرسنل اونجا بودن، سربازا بودن،
افراد دیگه بودن. دست بردم زنجیر پای حاج آقا رو کشیدم آوردم بالا، گفتم این پاداش دلاور رشید اسلام. کسی که 8 سال تو جبهه ها جنگیده الان ترکش تو بدنشه، این زنجیر پاداششه. همون سردار رشید اسلام که وقتی میخوان سخنرانی کنن در نماز جمعه پشت هر تریبونی فرق نمیکنه میبالن، مباهات میکنن به دلاوری های رزمنده های اسلام، این پاداششه. و از بیمارستان اومدم بیرون، رفتم دنبال کار حاج آقا. خدا میدونه چی به من گذشت، خدا میدونه چی به من گذشت. من الان از دیروز تا الان خودم 3 مرتبه اورژانس رفتم، بستری شدم تو اورژانس، حال درستی ندارم. و چی کشیدم تا تونستم برای حاج آقا 4 روز مرخصی بگیرم. چی کشیدم من؟ اول گفتم سند بیاد، رفتم سند رو نشون دادم، گفتن اشکالی نداره. خوب رفتیم اونجا سند رو گذاشتیم، گفتن نه این سند نمیشه، شما باید بریم فریمان. حالا کی؟ زمانی بودی که من رفتم با این وضعیت حاج آقا رو دیدم تو بیمارستان، اومدم دادسرا که سند بذارم که مأمورین برن ما آزاد باشیم، حاج آقا رو بتونیم ببریم دکتر. خانم این نمیشه، باید بری فریمان. گفتم ساعت 11 ظهر من با این وضعیت روحی، حاج آقا اونجا، من کجا برم؟ نمیشه، این سند نمیشه خانم. گفتم خب چه کار کنم؟ الان همسر من تو بیمارستانه، من چه کار کنم؟ چون مجبور بودم برم بیمارستان. ترسیدم از حاج آقا MRI بگیرن. حاج آقا چون گفتم ممکنه فراموش کرده باشن این جریان رو، خودم به هر شکلی بود، اول دادسرا بودم، به هر شکلی بود، به هر سرعتی بود رسوندم به بیمارستان که فقط از حاج آقا MRI نگیرن. چون حاج آقا یکی از ترکش هایی که تو بدنشونه به کمرشونه و به محض کوچکترین به حساب جایی ممکنه که نخاع قطع بشه. این بود که من سراسیمه از دادسرا خودم رسوندم به بیمارستان که فقط MRI هست، اطلاع بدم که ایشون نمیتونن MRI بدن. باز برگشتم، گفتم آقا خانم چند جا از این اتاق به اتاقم که زیاد داره دیگه اداره، و هر جا که رفتم گفتم. بعد گفتم چه کار کنم، یک راه چاره دیگه برای من بذارید، من چجوری الان برم فریمان؟ گفتم فردا تا فردا این وضعیت. بعد گفتن ضامن بیارید. بلا فاصله ساعت، یعنی این جریان که الان من برای شما دارم میگم حدود تقریبا ساعت 11 ظهر بود. تماس گرفتیم برای ضامن که 2 نفر ضامن گفتن بیان. ما تماس گرفتیم، 2 نفر ضامن اومدن. بلا فاصله بنده‌های خدا دوستان حاج آقا کم نذاشتن برای حاج آقا. ضامن اومدن، یکی از ضامن‌ها اومدن امضا کرد، رفتن ضامن بعدی رو قبول نکردن. گفتیم چرا؟ گفتن که چون بازنشستنیشون قبول نمی‌کنه. 2 مرتبه باز پیگیر، گفتم حالا چیکار کنیم؟ باز با این ترافیک، با این دقیقه ها برای من سال میگذشت. 2 مرتبه تماس گرفتیم با دوستان حاج آقا. خلاصه درد سرتون ندید. بالاخره 2 نفر ضمانت دادن، هر کدوم 10 میلیون تومان که حاج آقا به اصطلاح مرخصی بدم و نگهبان ها برم. و جالب اینجاست که نگهبان ها ساعت 7 شب رفتن و تاریخ مرخصی از صبح ساعت 7 برده. یعنی در حقیقت به حاج آقا 4 روز مرخصی دادن و حاج آقا فردا 20 مرخصیشون تموم میشه. با توجه به اینکه تشخیص تومور مغزی بوده برای حاج آقا و عمل جراحی باید قطعاً و بالفور انجام میشده، وقت چجوری باید 5 روز مرخصی با ضمانت؟ اینم یکی از پاداشای سرداران رشید است. اینم یکی از پاداشایی که فضلا و علما این مملکت دارن میگیرن. در شریعت محمدی 1 ساعت تفکر برتر از 1000 سال عبادت. متفکرین و اندیشمندان این پاداششون به جای تاسف. من قبلا هم گفتم، تو خیلی دیگه هم نوشتن اینو. به شما عرض کردم که حاج آقا اینقدر ضعف داشتن که واقعا رنگ پوست صورتشون با موهای سر صورتشون فرق چندانی نداشت. رمق نشستن نداشتن، رمق نماز خوندن نداشتن، خوابیده نماز میخوندن و من مهر رو پیشانشون میذاشتم.
خوابیده به دهنشون غذا میدادن. طی همین 2 روز خیلی کوتاه که ما به مراقبت‌های تغذیه و درمانی در حد خیلی ابتدایی رسیدگی کردیم، اینقدر حاج آقا حالشون خوب شد، بهبودی پیدا کردن که رنگ صورتشون به حالت عادی برگشت، تهوع به طور کلی از همون روز اول از بین رفت. اینقدر حاج آقا حالشون خوب شد که قبل از عمل با اطرافیانشون به شوخی پرداختن و ما خنده روی لبای حاج آقا دیدیم و آمادگی کامل برای عمل داشتن. روحی بسیار عالی حاج آقا برای عمل داشتن. سوالم اینه که شنیده شده که ایشون توی زندان چندین مرحله خوردن زمین، یعنی تعادلشون از دست دادن. این قصهش چی بوده؟ و گفته شده که تعلل هم شده. این رو اگه برامون. قطعا تعلل شده. مگه میشه از دوربین‌های زندان یه پرنده نمیتونه عبور کنه؟ چطور میشه که حاج آقا 12 روز بوده در زندان؟ این قطعا تعلل شده. 12 روز حاج آقا در زندان زمین میخوردن و خود حاج آقا به من گفتن من یک بار با سر رفتم تو دیوار و باز وقت دیگه گفتن که من یک بار خوردم زمین، وقتی چشمم رو باز کردم دیدم همبندی ها بالای سرم جمع شدن و هر کدوم به دین خودشون دارن برام دعا میکنن. این مشخصه که حاج آقا بیهوش شدن که میگن وقتی چشم باز کردن، یعنی حاج آقا یک زمانی رو به حال خودشون نبودن. میگن چشم باز کردم دیدم همبندی ها بالای سرم نشستن و دارن برام دعا میکنن، هر کدوم به دین خودشون، چون مثل که ادیان مختلف اونجا هستن. اون وقت قطعا یعنی مثلا 12 روز اگر خونه بودن، من دارم به شما میگم 2 روز ایشون بیمارستان بودن، تغذیهشون دست ما بود که خودمون بهشون غذا میدادیم و یا هم خوراک بیمارستان رو، من یک وعده خوراک بیمارستان رو بهشون دادم، بقیه رو خودمون غذا براشون می‌بردیم. و رسیدگی یه سرم عادی تو بیمارستان قایم هیچ کار نکردن، فقط یه سرم عادی به حاج آقا زدن، همون اینقدر حال حاج آقا رو خوب کرد. قطعا تعلل شده. حالا نمیدونم فردا به جرم گفتن این حرفو میخوام منم بگیرم بندازم گوشه زندون، این دیگه امر دیگه است. من اولا عذرخواهی میکنم از این عزیزانی که از سایت های مختلف با من تماس گرفتن و من در شرایطی نبودم که بتونم پاسخشون رو بدم و یا اینکه تلفن خود به خود قطع میشد. یعنی برنامه بود که میخواستم با من مصاحبه داشته باشم، 7 مورد ایشون تلفن زنگ میخورد و قطع میشد. من میخواستم هم عذرخواهی کنم از این عزیزان که نتونستم در خدمتشون باشم و هم اینکه تشکر کنم از همه افرادی که، همه عزیزانی که چه در ایران، در شهر و در تمام شهرهای ایران، خارج از ایران، در کشور، عزیزان نجف آبادی که اینها با مراسم بر پایه مراسم دعا در مجامع، محافل مذهبی برای حاج آقا دعا کردن، به طور معنوی تمام این عزیزان با تماس‌هاشون، با دعاهایی که کردن به طریق معنوی ما رو همراهی و یاری کردن. من از همه این عزیزان تشکر میکنم، از آقای خاتمی عزیز رئیس جمهور پیشین ایران، از سید آقای منتظری و مجددا از آقای دکتر بیرجندی تشکر میکنم و از خدا میخوام که به ایشون، به این افراد جزای خیر عنایت کنه. دوستان خیلی لطف داشتن در حق ما، واقعا ما مدیون هستیم و هر طریقی که شما بگید دوستان ما لطف داشتن و ما اصلا نمیتونیم پاسخ این همه محبت رو بدیم. حتی حاج آقا وقتی که میبینن که مثلا دوستان به ایشون لطف دارن، میگن من اینقدر در چیز نیستم که حالا من الان اون کلمه که حاج آقا گفتن یادم رفته که اینقدر دوستان لطف دارن، یعنی میگن لطف دوستان بیشتر از موقعیتی که من دارم. ولی خب من بازم از دوستان میخوام دعا کنم. با توجه به اینکه ایشون فردا صبح عملا مرخصیشون تموم بشه و ایشون الان هنوز تو بخش آی‌سی هستن و پست آی‌سی هستن، چی میشه وضعیتشون الان؟ اینو نمیدونم، باید ببینیم که نمیدونم چی میگم، 3 نقطه بذارم بهتر.